وجود نداره اصلا. دوم، زن توی قهوه عرب هیچ دخالتی نداره، توی قهوه بوشهر زنا دخالت دارن و پای مردا دون میکوبن، دم میدن. خب رسم بوشهر توی سینی میچیدن، یه قندون یا یه نقل هم میذاشتن وسط این سینی، وقتی میخوردن و اینا بعدش میگفتن تحت القهوه، قهوهشون رو میخوردن، یه شیرینی روش میخوردن، گفتن تحت القهوه. اما توی عرب این شکلی نیستش. توی قهوه عرب دیالوگ وجود نداره، کرولال انتخاب میکنن برای قهوه ریختن که یه حرفایی که اینجا میشه از مضیف بیرون نره، همینجا بمونه و از اصول و اطمینان کرولال بودن باید مطمئن بشن که طرف کرلاله. امتحانش میکردم، راه میرفته پشتش سکه مینداختم، پشتش نمیدونم چه مینداختم، ببینم میدیم ای واقعا کرلاله یا نه. خب 4 فنجون ما داریم توی قهوه عربی. فنجان اول هست حیث، جاندسار، پیشمرگ. معنیش هم حیث معنی پیشمرگ هست یا جاندسار. خب چرا جاندسار؟ از بس قاجار آدم مسموم کرد با قهوه، یعنی ما هم یاد گرفتن، گفتم اول از سلامت قهوه همه مطمئن بشن. فنجان دوم فنجان ضیف هستش، مهمان. کی؟ بزرگی که توی مجلس هست، آشغال زنده باشه، آره هستن بزرگتر رو. آره. فنجان سوم فنجان کیف هست، لذت بردن از قهوه. فنجان چهارم سیف هست، شمشیر، عهد، اخوت، برادری، بچه های فستیوال، یعنی با هم بسته شد، همیشه با هم شمشیر ما میره بالا. و اگر یه روزی بخوان حالا قریباً دشمن اجنبی نمیدونم هرکی، وقتی ما داشتیم با هم دیگه قهوه خوردیم و فنجان رو امروز با یه فنجان رو قبلا در حضور یاسین سیف کردیم گذاشتیمش بالا رفت دیگه، این تا آخر عمر کیش که توی فنجان نمیخوره. امروز هم به حرمت آیا عبدی پور، حالا کاش که حدیث آمده بودش، میخوام یه فنجون دیگه دارم، اینا یادگاری از فنجون هم خدمت دارن هم سنشون زیاده، میخوایم با شما امروز سیف بکنیم. مثل بازیکنی هست که دیگه وقتی خداحافظی میکنه پیرنش رو کسی نمیپوشه. آره. اینا فنجان چهارمی دیگه میره بالا دیگه میذارن، همیشه میره بالا دیگه، هیچ کسی دیگه توی فنجان قهوه نمیخوره. الان او با استاد رحمتی شب یلدا بود، درسته؟ شب یلدا ما با استاد رحمتی واحد رسول غریبی هر دو تاش بود اینا اومدیم اینجا فنجان سیف کردیم و گذاشتیم بالا رفت. امروز هم با شما سیف میکنیم به رسم یادمون بمونه اینجا. آره، چون این ادامه داره، این جریان میره تا همیشه هستش دیگه و میدونم هم ما وصیت کردم هم مینویسم که این فنجون با آقای عبدی پور سیف شده دیگه، یعنی عهد و اخوت برادری ما با هم دیگه ابدیه، بسته شده. قشنگه هم که سیف خیلی نزدیکم به سیف. آره. من دیگه سیف رفتم. خدا نکشته. خب این فنجون با ما بده. ببخشید یاسین. اینا یا اویی که فرق نمیکنه. اینا خیلی کوچیکا بده. کوچیکا بده که بتونم بزنم به هم دیگه صدا بده. اینا بهتره. آره. رفتی تو یک مضیفی جایی، حالا توی خوزستان، اولا شما به هیچ عنوان تو خوزستان رفتید، چون نگاه کن اینو که دارم میگم کار 10 سال تحقیق ماست. ما از عمان سوار ماشین شدم رفتم تا کویت، از اورا نزدیک سواحل. هیچ جا به اندازه خوزستان آداب قهوه رو رعایت نمیکنن و این با جدیت دارم میگم. میدونی خب امکان نداره توی خوزستان شما فنجون رو بذارن روی زمین برای شما قهوه بریزن، ولی تو امارات، تو کویت، تو عربستان فنجون رو میذاره اینطوری میگیره دله میذاره داخلش. توی خوزستان بی احترامی نمیکنه، رو سر شما میسته و بعد و مرد میسته وقتی که زن مقابلش هست یه خورده خم میشه برای قهوه دادن به زن، یعنی احترام بیشتری داره میذاره. وارد مجلس میشه شروع میکنه یا زیر دله زدن یا به این شکل اعلام میکنه که ما وارد مجلس شدم و میخوام بزرگ مجلس رو پیدا بکنم بهش قهوه بدم. توی تشیع
اول به سید میدن. هر کی سید هست اول قهوه رو به او میدن و دیگران هم که کنار سید نشستن موظف هستن سید رو معرفی بکنن، بگن که و حالا دیگه اگه سنش هم زیادتر باشه قهوه براش ریختن و اینا یا سنالی کنار وقت میگه آقا سیده. اول برای کامل کردن و هم زدن قهوه در دله رو باز میکنه، قهوه رو میریزه داخل دله، ولی وقتی سید هستش از نابدون رو میریزه، داره به همه میگه سیده، داره اعلام میکنه، داره یه کدی داره میفرسته به حاضرین که این سید هستش توی مجلس. یا به این روش وارد میشه توی مجلس، قهوه رو داد، با دست راست میده، با دست راست فنجون رو میگیره. اگر شما خواستی فنجون رو دوباره با دست راست بهش میده، اگر نخواستی میگیری جلوش شروع میکنی تکون دادن. رسید به شما قهوه تموم شد، دله رو برمیگردونه به سمت جلو خودش، شروع میکنه زدن به اینجا، سهم تو دله بعدی اینا نه موقع فکر کنید دیگه نه سهم تو دله بعدی هم که بی احترامی نشه، خیلی توی آدابش مهم هستش و اینا. خب توی موظیفی میرسی فنجون گذاشته کنار دله، قهوه آماده کنار آتیش، یه چاقوی گذاشته توی فنجون، میگه اول خودت بخور، اول خودت بخور، بعد از دیگران پذیرایی بکن. جان نثار تو هم او بیل، آره باید مطمئن بشه که این قهوه سالم هستش، میگه اول خودت بخور بعد از دیگران پذیرایی بکن. چاقو اومد گذاشته شد روی دله، میگه مردان این موظیف نیستن، مردان این خانواده نیستن، زنه این خانواده هستن، اینجا رو ترک کن. چرا؟ چون توی موظیف ها زن اجازه نداشته بیاد داخل. همین الان هم همین الان هم هستش، همین الان هم این رسم هستش. موسیقی بریم پس. نه اون مال خوزستان داره میگه، بوشهر فرق میکنه. بوشهر فرق میکنه. بوشهر اصلا نقش اصلی توی قهوه بوشهر زنا میدن. خدا بش. آره نقش اصلی زنا میدن. کمی هم زنان داره. آره سرمایه